امیدوارم شبتون خوب باشه. خوش اومدید به این ویدیو. ما تو ویدیو اومدیم بمب انداز درست کنیم. چجوری؟ اینجوری یعنی بهتون نشون میدم. ابزیدین یا یه بلاکی که منفجر نشه میذاریم بدین شکل. یاد نذار این برای تمام نسخه های ماینکرافت جواب، چه بدراک باشه چه جاوا. وسایل همه وسایلی که پایین میبینید. چرا نابزیدین برای خوشگلیش برداشته بودم نیاز. خب حالا این ته بلاک آب میزنیم. این ته مثلا باشه یه بلاک آب نیاد روش، یه بلاک آب نباید بیاد. که اینجا یه دونه TNT بذارید، پشتش هم یه پلیت از هر نوعی که دلتون خواست. بعدش اینجوری ردستون کشی میکنید اینجا رو تا اینجا. ردستونتون بستگی داره تا کجا بخواید باشه دیگه. الان میگم چی بگم. الان مثلا این تا اینجا فعال میشه. اگه از اینجا تا اینجا TNT بزنید فعال میشه، یا میره روی این پلیت میچسبه، من خیلی اینو پرت میکنه دور. بستگی داره چقدر بخواید پرتش کنید. من در حد 2-3 تا میخوام پرتش کنم. الان اینو خاموشش کن. در حد 2 تا پرت میکنم. من بکنه این الان میاد میره روی این پلیت، اینو فعال میکنه، اونو پرت میکنه، اون میره جلو میترکه. میخواید حالا دورتر بره، اونم باز کاری نداره. انقدر میذارید یه آبزیدی یه دونه چی بیشتر اینجا. این داره آب. اشتباهی به پلیت نذاشتم اونجا. یادم رفت پلیت رو به جای پلیت اشتباهی چی گذاشت. اشکال نداره. الان دوباره انجامش. الان کار میکنه. نگاه کنید الان بیشتر پرتش میکنه. اینجوری تا انقدر بیشتر میره. بسته به اینه که خودتون چقدر بخواید پرتش کنید. میتونید راحت سازه های خفن و انفجاری باش بسازید. اینجوری TNT اندازه خیلی ایزی داشته باش. میخواید هم کمترین درجهش بندازه، یه پلیت همینجا بذار، یه دونه اینا فعال کن. این میه اونجا انقدر پرت میکنه. میتونید اینجا بذارید، یه دونه اینجا. نشد دیر گذاشتم. پلیت رو باید بذارید، یه دونه از این تحویل کنید بره اونجا، بیاد رو پلیت بره. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و زنگوله کانال هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتیم با خبر باشید. دیگه خدا